سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. سازمان صحی جهان از کمک و رسیدن ادویه و وسایل طبی به کابل در یک پرواز ویژه از دبی خبر می‌دهد. دفتر حوزه‌ای این سازمان در افغانستان در توییترش نوشته که این کمک‌ها از سوی سفارت روسیه در کابل صورت گرفته است. سازمان صحی جهان گفته که هدف این کمک‌ها بهبود خدمات صحی در افغانستان و بلند بردن ظرفیت این کشور برای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا است. پیش از این چین حدود 700,000 دوز واکسن بیماری کووید 19 را با افغانستان کمک کرده و روند تطبیق آن آغاز شده است. یک فابریکه تولید دانه ماهی به سطح کشور در ولایت ننگرهار افتتاح شد. مقامات محلی گفتند این فابریکه به ارزش 1,100,000 دلار آمریکایی ساخته شده و در یک ساعت ظرفیت تولید 20 تن دانه را دارد. انعام الله صافی رئیس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت ننگرهار میگوید سالانه به ارزش 120 میلیون دلار 100,000 تن ماهی وارد کشور می شود که با ساخت این فابریکه تولید ماهی وطنی افزایش خواهد یافت. کار عملی پروژه بازسازی کانال آسیاباد در ولایت سمنگان تکمیل گردید. این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب و منظور مدیریت بهتر آب و آبیاری زمین‌های زراعتی در قریه آسیاباد ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان تطبیق شد. با اعمار و بازسازی کانال آسیاباد حدود 3333 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می‌گیرد. اداره ملی تنظیم امور آب کشور می‌گوید با ساخت این بند ده‌ها هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم صاحب کار شدند. کندنکاری 11 چاه تحقیقاتی ژئوتکنیکال بند پلتو در ولایت پکتیکا تکمیل و نمونه‌های آن جهت تحقیقات و لابراتوار فرستاده شد که بعد از تحقیق کار احداث آن آغاز می‌گردد. بند پلتو در 12 کیلومتری شرن مرکز ولایت پکتیکا با 30 متر ارتفاع، 232 متر طول و 134 متر ضخامت برای ذخیره آب‌های موسمی جهت آبیاری و توسعه زراعت ساخته می‌شود. کارخانه تولید و بسته‌بندی موتورسیکلت زرنج در شهرک صنعتی هرات میزان سرمایه‌گذاری خود را با 14 میلیون افغانی افزایش داده است. فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید این کارخانه در زمینه ساخت و بسته‌بندی و فریم باند موتورسیکلت‌های زرنج فعالیت دارد. به گفته وی این کارخانه توانایی تولید ماهانه 900 فریم و بادی با ماشین‌آلات استاندارد را دارد که مواد اولیه مورد نیاز آن در داخل تامین می‌گردد. کارخانه تولید موتورسیکلت زرنج در کنار فروش تولیداتش در هرات با ولایت دیگر نیز صادرات دارد. قابل ذکر است که در شهرک صنعتی هرات 5 کارخانه تولید و بسته‌بندی موتورسیکلت فعالیت دارد. ساخت لیلیه برای شاگردان ممتاز در ولایت کنر 90% تکمیل شده است. مقامات محلی گفتند این تعمیر 4 منزله از بودجه انکشافی دولت ساخته می شود که 57 میلیون هزینه برمی دارد. مسئولین میگویند این تعمیر در منطقه لچه‌گل مرکز اسعدآباد ساخته می شود که دارای 72 اتاق، 64 تشناب اصلی و سیستم برق آفتابی می باشد که 284 متعلم در آن بود و باش خواهند کرد. کار ساخت یک شبکه آبرسانی به ارزش 14 میلیون افغانی در ولایت پکتیا آغاز شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید این پروژه زیر چتر برنامه مسئولیت غذایی و زراعتی در گردیز مرکز ولایت پکتیا تطبیق می‌گردد. رستمی میگوید کار ساخت این پروژه در یک سال تکمیل خواهد شد و با ساخت این پروژه 1070 جریب زمین آبیاری خواهد شد. کار ساخت پل تخریب شده ولسوالی ارغنداب در ولایت کندهار آغاز شد. وزارت فوایدامه میگوید این پل 172 متر طول و 10 متر عرض دارد که در نتیجه انفجار 40 متر آن تخریب گردیده است. این وزارت میگوید ساحه تخریب شده این پل به ارزش 12 میلیون افغانی در 4 الی 6 ماه ساخته خواهد شد. رئیس جمهور کشور چند روز قبل اعلام کرد که ده‌ها پروژه انکشافی را در ولسوالی ارغنداب تطبیق خواهد کرد. یک مسجد در شهر زرنج ساخته و به بهره برداری سپرده شد. مرکز رسانه‌های حکومت میگوید این مسجد از سوی شرکت انکشاف ملی ساخته شده و در یک وقت ظرفیت جا شدن 2000 تن را دارد. باشندگان شهر زرنج از ساخت این مسجد اظهار خرسندی کردند و از حکومت خواستند تا پروژه‌های دیگر عامل منفعه را نیز در این ولایت تطبیق کنند. قابل یادآوری است که شرکت انکشاف ملی در تمام ولسوالی‌های کشور ساخت مساجد را آغاز کرده که تعداد آن به بهره برداری سپرده شده است. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.